شوهر من بد شکل است، کاش که فلانی شوهر من میشد. خیلی کفران نعمت کرده ای مادر گرامی. شوهر من فقیر است، کاش که فلانی شوهر من میشد پولدار است. خیلی ناسپاسی کردی در برابر شوهر. اگرچه شوهرتون نان خشک دارد، خدا این رزق است که برای تو عطا کرده. اگر تو فرمان برداری از این شوهر کردی و به این شوهر احترام گذاشتی، این را بدانی در بهترین قصر جنت الله روز قیامت تو را قرار میدهد و شوهرت زیباترین مرد می شود در جنت. امام محمد غزالی رحمت الله علیه گرچه این حدیث مقدار مشکل تکنیکی دارد، ضعیف است، روایت را می آورد که مرد در سفر حرکت کرد. مرد در خانه بالا می نشست، پدر زنش در خانه پایین می نشستند. وقتی این مرد در سفر حرکت کرد به زنش گفت اجازه نداری از خانه بیرون شوی تا زمانی که دوباره من بر نگردم. وقتی حرکت کرد رفت، روز بعد خبر به زن داده شد که پدرت در منزل پایین مریض است. پدرت در منزل پایین مریض است، تو را فراخوان داده تا اونجا آمده پرستاریش بکن. این زن کس را فرستاد به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک بار با آواز بلند بگوین صلی الله علیه و سلم. یا رسول الله، پدر من مریض است، اجازه هست که من از منزل بالا پایین شوم و پیش پدر خود بروم؟ به مادران و خواهران این را برسانی که حق شوهر بالاتر از حق پدر و مادر است. حق شوهر بالاتر از حق پدر و مادر است. آیا تا هنوز دختری بر روی پدر خود استاد شده گریبان پدر خود را گرفته هست؟ پس چگونه امروز زن در برابر شوهر خود استاده می شود، لباس شوهر خود را پاره می کند و گریبان شوهر خود را می گیرد، پدر شوهر خود را دشنام می دهد، مادر شوهر خود را دشنام می دهد. اون بیچاره‌ای که 100 افغانی پیداگر در روز نیست از اون مطالبه 5000 لباس می کند، آیا این کار را در برابر پدر خود می کرد؟ امروز چقدر این امت از دین بیخبرند، در حالی که حق شوهر بالاتر از حق پدر و مادر است. رفت به محضر رسول صلی الله علیه و سلم عرض کرد پدرم مریض است، از من درخواست کرده که من برای پرستاریش بروم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اطیع زوجک، از شوهر خود اطاعت بکن تا زمانی که شوهرت بر نگشته پایین نشد. چند روز نگذشت این پدر از دنیا رفت و وفات کرد. به محضر رسول صلی الله علیه و سلم این زن قاصد میفرستد، عرض میکند یا رسول الله، پدر من وفات کرده، اجازه هست که من به جنازه پدرم بروم؟ اجازه عیادتش را ندادین، الان اجازه هست که بروم به جنازه پدر خود؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اطیع زوجکی، از شوهر خود اطاعت بکن تا زمانی که شوهرت نیامده پایین نشو. تکبیر! شوهر برگشت، رسول صلی الله علیه و سلم قاصد فرستاد، پدر را دفن کردن. قاصد فرستاد به اون زن گفت ای زن، پدرت را رب العزت و الجلال کل گناهانش بخشید و داخل جنت قرار داد به خاطر اطاعت تو از شوهرت. ای پدر بزرگوار، ای مادر گرامی که به دخترت میگی اگر یک تا شوهرت گفت تو 2 تا بگویی به خدا قسم ظالم ترین پدر تو هستی، ظالم ترین مادر تو هستی که به دخترت میگویی در برابر شوهرت استاده شو، نمیدانی که با دستان خود دختر خود را به جهنم میاندازی. تو زندگی دخترت را بدبخت کردی. ای مادر گرامی که تو به دختر خود یاد میدی که در برابر پدر و مادر شوهرت استادگی بکن. به خدا این راه حل نیست. به دخترت بگو به شوهر خود عشق بورز، محبت بورز. باید شوهر وقت بیرون می شود بداند که نیم توته دلش داخل خانه است، بداند محبوبش داخل خانه است. به زینت دخترت توجه بکن، برایش بگو بهترین لباس بپوش،
حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه به دخترش میگوید وقت خانه شوهر رفتی آب را فراموش نکنی. دختر میپرسد پدر جان منظورتان چی هست؟ گفت منظور من این است که غسل را زیاد بکن که آب بدن را خوشبو میکند تا شوهرت از تو نفرت نکند. زینب بنت خارجه به دخترش میگوید دختر من وقت رفتی خانه شوهر خودت این را فراموش نکنی که برای شوهرت گهواره باش. وقت طفل داخل گهواره گذاشته می شود آرام می شود می خوابد، یعنی وقت خانه شوهرت رفتی آغوش تو گهواره‌ای برای شوهر تو باشد و باید شوهر تو در کنار تو آرام بگیرد. الله وقت توصیف زنان را در قرآن می کند می فرماید لتسکنوا الیها، شما زن بگیرین تا در کنار زنانتان آرام شوید. افسوس، هزاران افسوس که امروز آنقدر مردان شکایت از زنان دارند، آنقدر رنج از دست زنان میبینند. یکی مردان بد هستند، یکی مردان خوب. مردان خوب هم شکایت از زنان خود دارند، خیلی اذیت میشوند، خیلی تند و تیز میشنوند. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود لو احسنت الی احداهن الدهر، اگر برای یک زن کل عمر خدمت بکنی، کل عمر تلاش بکنی و تمام خواسته های زن را برآورده بکنی، ثم رأت منک شیئا، در یک مورد یک خطا از تو ببیند، در یک عروسی یک چیزش کم است تو نیاوردی، فراموشش کردی، ما رأیت خیرا منک قط. چی میگوید زن؟ هرگز از تو من خیر ندیدم، هرگز از تو من خیر ندیدم. حدیث امام بخاری هست. مادر گرامی من این حدیث را گوش بکن. رسول خدا در عید اضحی یا عید فطر تشریف بردن به عیدگاه. از مسیری که عبور میکردن زنان در مسیر نشسته بودن، مر علی النساء، به زنان میگذاشتن رسول صلی الله علیه و سلم. بعد جماعه زنان به خاطر نماز عید آمده بودن، به خاطر دعای نماز عید در یک گوشه از مصلا و عیدگاه قرار گرفته بودن. رسول صلی الله علیه و سلم همین که میرسد صدا میزند یا معشر النساء، ای گروه زنان تصدقن، ای گروه زنان صدقه زیاد بدهین در راه خدا، صدقه زیاد بدهین در راه خدا. فانی اریتکن اکثر اهل النار، من اکثر شما را اهل جهنم میبینم. بگو نعوذ بالله. اکثر شما را اهل جهنم میبینم. عزیزان من، بیاییم به زنان خودمان دلمان بسوزد، بیاییم به زنان خودمان رحم بکنیم، به دختران خود رحم بکنیم، به مادران خود رحم بکنیم، بیاییم توصیه دین را بگیریم و به زنان خود برسانیم. و این حدیث امام بخاری 304 رقم این حدیث است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ای گروه زنان صدقه در راه خدا بیشتر بدهیم. عرض کردن یا رسول الله چرا ما را اکثر اهل جهنم دیدی؟ چرا ما چی گناه کردیم که داخل جهنم برویم؟ حدیث امام مسلم است. رسول خدا فرمود اطلعت النار، شب معراج رفتم به جهنم، فرأیت اکثر اهلها النساء، اکثر اهل جهنم را دیدم که زنان هستند، اکثر اهل جهنم را دیدم که زنان هستند. یا رسول الله ما چه خطا کردیم، چه گناه کردیم؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. دو تا گناه دارین شما، یکی دشنام زیاد میدهین، فحش زیاد میگوین، لعنت زیاد میفرستین، و صفت دیگر شما که سبب شده اکثر زنان به جهنم هستند این است که در برابر شوهران خود شکرگزار نیستین. شوهر من بد شکل است، کاش که فلانی شوهر من میشد. خیلی کفران نعمت کرده ای مادر گرامی. شوهر من فقیر است، کاش که فلانی شوهر من میشد پولدار است. خیلی ناسپاسی کردی در برابر شوهر. اگرچه شوهرتون نان خشک دارد، خدا این رزق است که برای تو عطا کرده. اگر تو فرمان برداری از این شوهر کردی و به این شوهر احترام گذاشتی، این را بدانی در بهترین قصر جنت الله روز قیامت تو را قرار میدهد و شوهرت زیباترین مرد می شود در جنت.